بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین سپاهی هستم. امروز میخوایم یه ویدیویی بسازیم در بحث فوتبال، در مورد باشگاه بزرگ استقلال و آن فصلی که استقلال قهرمان شد با آقای فرهاد مجیدی، فصل 401 کنار دوست عزیزم عباس سعیدی، هوادار دو آتیشه استقلال. منم سلام دارم خدمت همه عزیزانی که دارن ما رو تماشا میکنن. اولی که ممنونم از وقتی که به ما اختصاص میدین، دومی که امیدوارم یه ویدیوی خوب، یه استفاده خوب کنارم داشته باشید. خب عباس جان، در یه توضیح کلی در مورد استقلال اون فصل میدی؟ یه توضیح کلی که مدیر عامل کی بود، مربی کی بود؟ مدیر عامل و مربی که خب کاملا مشخص بود. استقلال به مدیر عاملی آجرلو اومد جلو. آجرلویی که اون سال خیلی خوب فوق‌العاده بود، ولی سالهای بعد جنگش نمد و آسیا رو از استقلال گرفت. و سرمربی که خب 2 بار 3 بار رفت و برگشت، ولی خب بالاخره کاری که می‌خواست رو کرد. فرهاد مجیدی پرچمدار استقلال اون زمان وقتی فرهاد مجیدی اومد چجوری تونست این همه بیاد بالا بدون باخت قهرمان لیگ شد؟ فرهاد مجیدی چجوری ساختار تیم رو عوض کرد؟ ببین وقتی فرهاد مجیدی اومد هدایت تیم استقلال گرفت، استقلال اون زمان حال و هوای خوبی نداشت. دوران پسا محمود فکری بود که دوران خوبی نداشت استقلال. ولی خب فرهاد مجیدی یکی از بهترین تصمیمات مدیریتی استقلال بود که هواداران همیشه حمایتش کردن. یعنی هیچ وقت اینجوری نبود که به خاطر رفت آمدی که داشت هوادارا بیان پشت سرش خالی کنن. وقتی فرهاد مجیدی اومد سکاندار استقلال شد، به نظرم یکی از مهمترین تصمیماتی گرفت این که گابریل پین رو با سابقه‌ای که تو ایتالیا داشت، سابقه فیورنتینا رو داشت، پارما رو داشت، دستیار ماریسیو ساری بود، اومد اونو به کادر فنی خودش اضافه کرد و از اون برم گابریل پین خیلی کمک شایانی تو استقلال کرد. از چه رو؟ از این که تونست یه ساختار دفاعی بی‌نظیر رو واسه استقلال تشکیل بده و تفکرات فرهاد مجیدی تو فاز هجومی کاملا با هم همخوانی داشتن. واسه موفقیت استقلال تو اون سال شد فصلی که استقلال فکر کنم همه رکوردها زد، بیشترین امتیاز آورد، بیشترین برد آورد، بدون باخت قهرمان شد، کمترین گل خورده داشت با 10 تا، بیشترین کلینشیت حسین حسینی کرد با 18 البته تیم استقلال بیشترین کلینشیت کرد تو تاریخ لیگ با 21 که سه تاش فکر کنم سهم رشید مظاهری شد. درسته. حالا یکم در مورد ریزتر شدیم در مورد این تیم استقلال و بازیکن‌هایی که داشت. اونجا که حالا من به خاطر دارم استقلال همیشه خروجی‌های زیادی داشت و بازیکن‌های کلیدیش می‌رفتن. ببین فصل چی شد که بازیکن‌های خوبی اومدن؟ ببین دقیقاً هم همینطور شد. استقلال تو سالی که قهرمان شد خروجی‌های مثل دیاباته داشت، خروجی‌های مثل ریگی، وسط فصل رشید مظاهری، گاهدی و چند تا بازیکن پرحاشیه مثل احمد موسوی که تو بازی‌های برگشت که از استقلال رفت گل‌گهر، تو بازی‌های برگشت هم حاشیه‌های خودش رو داشت. اومد و با فرهاد مجیدی دست نداد و بعد بازی مسابقه عجیب غریبی که گفت من با همه مردهای نیمکت استقلال دستم واقعا زشت بود. ولی خب از اون جذبه که استقلال داشت زیاد نامدار نبودن، ولی خیلی به استقلال کمک کردن. جذبه مثل هردانی که اگه اشتباه نکنم نیم فصل اومد، ولی تو روند استقلال خیلی تاثیر خوبی داشت. ژسته اومد، بانگا اومد، روز به چشمی از کوم سلال برگشت و حسین زاده اومد که پدیده استقلال بود تو اون سال. یعنی واقعا آمار فوق‌العاده‌ای داشت. به نظرم ورودی‌هایی که استقلال داشت خیلی روش خوب فکر شده بود. یعنی فرهاد مجیدی با دستیارایی که داشت میدونست واسه چی داره خرید میکنه. مثلا زوبر نیکنفسی که خرید اومد کاملا جای ریگی رو پر کرد. ریگی که می‌خواد مثلا هافبک دفاعی شاید دستش تو ایران نیست تو اون سالها، ولی خب زوبر نیکنفس اومد درسته الان یکم بیچاره افت شده، ولی اون سال خیلی خوب وسط زمین واسه استقلال جمع کرد. به نظرم بیشتر موفقیت استقلال تو اون سال یکی از دلایلش این بود که نقل انتقالات خوبی داشت. چرا؟ چون میگم بازیکن‌های حاشیه‌ای از استقلال جدا شدن، ولی با هم باید چند تا بازیکن نامدار از استقلال جدا شد، ولی خب از اون ور ورودی‌هایی که استقلال داشت خیلی به کارش بود. یعنی واقعا فوق‌العاده بود. واقعا مثلا کسی این جعفر سرمانی شناخته شده نبود. آفرین، اصلا نه که شناخته شده نبود. جعفر سلمانی است، اون 200,000 دلار بابت رضایت‌نامه‌اش شد از یه باشگاه پرتغالی آوردتش، ولی خب واقعا بازم نامدار نبود همچین. ولی جعفر سلمانی اومد
3 تا گل زد، 2 تا پاس گل داد که واسه یه دفاع شامپیون لیگ مثل ایران خیلی خوبه. 2 تا از گلایی که جعفر سلمانی زد 2 تاش 3 امتیازی بودن، یعنی کمک خیلی زیادی به استقلال کرد تو بازیایی که گره خوردن. اولین بازی که جعفر سلمانی گل 3 امتیازیش زد تو آزادی جلوی سپاهان بود که بازی استقلال خیلی گره خورده بود، اومد یه گل 3 امتیازی زد تکمیلیتی که استقلال بود. یا بازی با هوادار که استقلال نسبتاً خدایی خوب بازی کرد، ولی خب پوریا غفوری استقلال پنالتی هم گرفت، پوریا غفوری پنالتی رو خراب کرد، ولی بازم این جعفر سلمانی که به داد استقلال رسید با یه گل 3 امتیازی باعث شد که بال فاصله‌اش کم نشه، همچنان رو اوج بمونه. آمار فوق‌العاده‌ای داشت. تیم‌هایی مثل استقلال، سپاهان و پرسپولیس تنور رقابت‌ها رو داغ‌تر از قبل کرده. توپگیری انجام میشه، آقا سی که تو سر توپ میزنه، 2 بازیکن رو کنار زد، حالا ارسال رو با پای چپ انجام میده، جست تاثیر رو توپ میذاره، فرصت است برای بازیکن‌های استقلال. این ضربه و گل اول رو جعفر سلمانی به ثمر میرسونه. و مثلا بازیکن مثل رودی جسته که تو بزرگ گل زد واقعا. وقتی رودی جسته جذب شد مثلا خیلی امید داشتم بهش، ولی رودی جسته با فکر کنم اگه اشتباه نکنم 3 گل پاس گل از ایران رفت، کلا یه سال تو استقلال بود، ولی خب میگم انتقادات خیلی زیادی بهش شد وقتی که تو ایرانم بود، ولی رودی جسته به نظر من از این جهت خیلی مهمه. ببین تو دربی وقتی استقلال یکیش عقب بود، دقایق پایانی بود، دربی 26 اسفند 1400 که خودمون تو استادیوم بودیم گفتایی، از این جهت خیلی مهمه واسه استقلال به نظر من این رودی جسته شد. حالا هر کسی عقیده‌ای نداشته باشه، ولی من به عنوان یک هوادار کوچیک استقلال، به عنوان کسی که خب چند سال من بازی استقلال دنبال می‌کنم، به نظرم یکی از مهمترین خریدهای استقلال شد. چرا؟ چون تو ببین نگاه کن فاصله استقلال و پرسپولیس چقدره؟ 4 امتیاز. استقلال دقیقه 80 دربی باخته، آمار نباختنش خراب شده، فاصله‌اش با پرسپولیس دیگه امتیاز رسیده، ولی رودی جسته اومد به عنوان یارو تعویضی اومد یه گل خیلی مهمی واسه استقلال زد که حداقل فاصله حفظ شد با پرسپولیس، رقیب دیگه استقلال. یا از اون حتی چقدر به نظرم میتونه جلوگیری کرده باشه از حاشیه‌ها. اگه اون بازی استقلال می‌باخت چقدر حاشیه ایجاد می‌شد، دولت طرفش میتونست قهرمانی رو از استقلال بگیره. حامد پاکدل هم آماده است تا به بازی بیاد. ضربه سر استقلالی‌ها آره دیگه باید فقط سانتر بکنن. یه سانتر دیگه باز هم انجام میشه رو دروازه، گل توی دروازه گل، تعویض طلایی فرهاد مجیدی. مستقیم یکم در مورد بازیکن مثل روز به چشمی توضیح میدی، چون قبل اینکه حالا بیاد تو استقلال زمان فرهاد مجیدی واقعا بازیکن خوبی نبود. ببین مثلا نمیشه گفت بازیکن خوبی نبود، روز به چشمی یکی از به نظرم این که میگم مدیریت خوب آجرلو بود. آجرلو اون سال مدیریت خوبی داشت ولی بعدها گندش کرد، قراردادهای عجیب غریبی که امضا کرد. مثلا با علیرضا رضایی در آزان دوم استقلال 9 میلیارد قرارداد امضا کرده، یعنی واقعا ارقام عجیب غریبی آجرلو گذاشت که سال بعدش آسیا رو از استقلال گرفت، ولی خب مدیر نسبتا توانمندی بود، دیژورال رو از استقلال برگردوند به داخل کشور. روز به چشمی هم از اون مثلا اومد استقلال، آمار زیاد خوبی هم نداشت. روز به چشمی بیشتر بعد از جام جهانی شد روز به چشمی که الان خب خیلی قبولش شد، واقعا بازیکن تاپیه به نظر من، فوق‌العاده است. یعنی از لحاظ کاپیتانیش بگی، از لحاظ رهبری خط دفاعی بگی، دو پسته بودنش بگی، هرچند تو دفاعی کم پرست‌های پاشون ناشید استقلال بوده، تو دربی آفساید پر کرده، ولی خب وقتی آفساید دفاعی بازی کنه واقعا فوق‌العاده است. درسته. بعد یکم در مورد این رکوردایی که گفتی، رکورد کلینشیت حسینیو که کمترین گل که خوردن، در صورتی که فصل قبل استقلال خیلی گل می‌خورد و حسینی هم واقعا عملکردش خوب نبود. ساختار دفاعی استقلال و چی شد اینجوری شد؟ ببین به نظرم وقتی مثلا میگیم ساختار دفاعی، من گفتم نظم دفاعی که میگم بیشتر منظورم اینه. ببین وقتی مثلا میایم به اسفند ماه همون سال 1400 میرسیم، بحث سرباز شدن دو تا از بهترین دفاع‌ها اون سال میاد. یعنی کی؟ یعنی مرادمند میگن که از استقلال جدا شدن و واسه گذراندن سربازی رفتن ملعب و استقلال با وجود اینکه دو نفر ازش دو تا از بهترین دفاعش ازش گرفتن، باز هم روند رو به جلوی خودش رو داشت. یعنی خیلی فوق‌العاده مثلا ما 10 تا گل خورد کلا توی سال، یعنی آمار عجیب غریبی. یعنی تو بیاد هر 3 بازی یه گل بخوای فقط بخوری، واقعا آمار خیلی خوبیه. به خاطر این میگم ساختار دفاعی که البته تو نیم فصلش استقلال
رافا سیلوا هم جذب کرد. بیشتر فکر کنم اینجوری که میدونستن این دو تا بازیکن سر بزنن. رافا سیلوایی که جذب شد و دفاعی که تو دفاع روز بهش میگه تو دفاع خیلی خوب تونست ایفای نقش کنه. روز بهش تو رو بازی می‌کنه دیگه. فقط دفاعی درست دفاع آخر. خود یکم در مورد این سیستمایی که میشن داخل بازی یکم توضیح بده. سیستم دفاع، فقط دفاع آخر از جایی که این آدم میاد فکر کنم استراماچونی بود که اومد سیستم 3-5-2 رو تو استقلال جوین داد و خیلی هم خوب نتیجه گرفت. حالا کار نداریم که چرا اصلا اونجوری جدا شد، چرا نموند استقلال. اگه موند استقلال میشه اصلا همه این بحثا کنار. اولین بار این استراماچونی بود که اومد سیستم 3-5-2 رو تو استقلال باب کرد و خیلی خوب هم داشت جواب میگرفت که رفت. بعد از اون هم کی اومد به ناچار هم هوادار می‌خواستن، تیم با اون عادت کرد، هم بازیکن‌ها با اون مچ شدن و فکر می‌کردن اگه 3-5-2 بچینن واقعا خود جواب میده که اینطور نبود. ولی فرهاد مجیدی وقتی 3-5-2 چین به کمک دفاع چپ راست رونده‌ای که داشت مثل صالح حقانی، مثل یانگایی که دفاع راست بازی می‌کرد، مثل جعفر سلمانی که الان دچار افت شده، خب همین قبول دارن ولی اون سال فوق‌العاده بود. جعفر سلمانی خیلی آمار خوبی هم داشت. میگم تو لیگ مثل ایران 3 تا گل بزنید، 2 تا پاس گل بدین که 3 تا از اون 2 تا گل 3 امتیازش شاید تو قهرمانی تیمت کمک کنه. ولی به نظرم بیشتر بازم میگم این ساختار دفاعی رو، این نظم دفاعی رو استقلال مدیون گابریل پینه که اومدش استقلال کاملا تیمی دفاع کرد. تو دقت کنی سیستمی که شاید همین الان جواد نکنم هم به طور نسبی تونسته پیاده کنه تو استقلال. اون سال چستر و امسال بلانکو یا برگرد رو تمام ضربه سر رو میزنن، یا بیشتر نگاه کنی بلانکو و چستر زیاد مثلا مهاجم گلزن نیستن، نه که گل نزنن، نه تو سیستم تیمی اینجوری نیست. بیشتر توپا میسازن واسه استفاده توپای از دوم و سوم که واقعا جواب بوده. همین مثلا واسه استقلال هم اون سالی که استقلال قهرمان شد جست خوب اومد 2 تا پاس گل داد، ولی خب به نظر من خوبی داشت، نه که عمل فوق‌العاده ولی عمل خوبی داشت. جست تونست استقلال کنه تو روند دفاعیش. درسته. بعد زمان فرهاد مجیدی هم بازیکن خوبه، این آرمان رمضانی گفته باشه. ببین زمان فرهاد مجیدی اگه اشتباه نکنم درست خاطرم نیست، فکر کنم آرمان رمضانی نیم فصل بود استقلال، نیم فصل پرسپولیس خیلی خوشحال بودن که بابت آرمان رمضانی 400 میلیون ما ازتون رضایتنامه گرفتیم، آرمان رمضانی رو انداختیم بهتون و اینجور حرفا که آرمان رمضانی اگه اشتباه نکنم اومد یه گل 3 امتیازش من خاطرم از تو بازیه که به نفع زدش دقیقه 94 اگه یادت باشه. آرمان رمضانی پشت دفاع فرار کرد از قبل که در روزانتون تو جمع کنه دقیقه 93 رفت اون گلش هم داد. میگم فرهاد مجیدی واقعا تصمیمات خوبی داشت به استقلال. شاید این ریز تصمیمات در حال عملکرد درخشان داشت که برای اولین بار تو ایران تو لیگ یه تیم بیاد بدون باخت قهرمان شه، بیشترین امتیاز بگیره. در چه حالتی؟ 3 پایان پرسپولیس 67 امتیاز گرفتن ولی جفت تیم‌ها تو لیگ 18 تیمی امتیاز گرفتن. استقلال ما 68 امتیاز گرفت در حالی که لیگ ما 16 تیمیه. اینش مثلا شاید خیلی مورد توجه قرار نگرفت ولی واقعا قابل توجه استقلال گل داشت اون سال. و حالا این بحث‌های داخل زمینش از خارج زمین هم کلا حمایت می‌شد استقلال، یعنی حمله بودن البته داخل زمین حمله بودن، خارج زمین هم مثلا مساوی فرهاد مجیدی رو من بین نمی‌گذارم. اون حمله که بین بازیکن‌ها بود در مورد اونها ببین خیلی دوست داشتم در مورد این موضوع بحث کنم چون خودم علاقه دارم مثلا به این بحث‌های خارج از زمینی که میشه. همین الان مثلا بخوایم این استقلال امسال در نظر بگیریم، هاشمی نسبت جمع کرده فضایی که شاید جمعی که خارج از زمین هست. امسال زیاد نه ولی سالی که فرهاد مجیدی استقلال بود استقلال هر نتیجه‌ای می‌گرفت. استقلال به نسبت تو جام حذفی باخت، حسین زاده دقیقه 8 مثلا منتج شد که افتضاح خراب کرد در حالی که میتونست پاس بده. ولی خب هر اتفاقی میافتاد هوادارا واقعا حمایت می‌کرد. مثلا از اونجایی که خب اون سال نمی‌رسیم آجرلو قرارداد بسته، همه از آجرلو راضی بودن، همه فرهاد مجیدی رو هم به خاطر اینکه دوست داشتن هم به خاطر اینکه تیم نتیجه گرفته بود. مثل امسال نه تو با یه اختلاف صد جدول باشه، استقلال با 4-5 امتیاز صد جدول رو بازی‌هاش هم داشت می‌برد. ولی واقعا فکرم جمعی خارج از زمین تو جایی مثل ایران خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. یعنی یه لحظه هست توی هوادارا یا یه لحظه هست توی تیم میتونه چقدر سکوار منتهی کنه.
استقلال واقعا من خودم چند تا بازیش استادیوم بودم یادم استقلال بازی قهرمانیشو به نفع تو بازی آخری که جام گرفت چون نفع مسعود سلیمانی مثلا 0-0 کرد ولی واقعا مثلا هوادارا چه موقعیتای فوق‌العاده‌ای داشتن حتی طی بازی مثلا نه اینکه همه بخوان شعار بدن خب استقلال قهرمان شد اون طبیعیه همه بخوان شعار بدن کنن ولی خب توی هوادارا که ما نشستیم موقعیت خراب میشد مثل بقیه بازی نبود مثلا بخوان فوش بدن چرت و پرت بگن اعتراض کنن حتی موقعیت هم که خراب شد مثلا همه تشویق رو اشکال نداره دوباره تلاش کنن دوباره برگرد شعار مدافع تراکتوری دارن میگن بیو با خودمون تورکا دارن میگه بیو خیلی واقعا تو هوادار استقلال بود توپ خراب شد بودن فدای سر دوباره تلاش کنن که منحصر همین جمع این شد که استقلال فکر کنم بازی یکی مونده به آخر بود یا دو تا مونده به آخر بود که قهرمان استقلال مسجل شد اونم دقیقه 89 آرمان رمضانی رو گل خیلی خوشگل رو به پدیده زد مثال پدیده‌ای که سقوط کرد کنم دارن بازیکن استقلال یه پاس برای کوین یامگا موقعیت دارن زبیر نیکنفس روی دستش حرکت کرده حالا میتونه ارسال کنه این کار انجام میده رودی جسته در داخله دروازه تیرک دروازه و توی دروازه چه گلی میزنه آرمان رمضانی تیر خلاص رو آرمان رمضانی میزنه به قلب دروازه شهر خود رو ورزشگاه آزادی منفجر میشه با گلی که آرمان رمضانی زد خوشحالی فرهاد مجیدی اون سال محاصرش میکنن همین جو هواداری بود که تا لحظه آخر تیم رو تشکیل میدن هر چی میشد پشت تیم بودن روحیه جنگندگی فوق‌العاده‌ای که فرهاد مجیدی داشت فرهاد مجیدی یعنی فوق‌العاده بود مثلا فکر میکنم بیشتر مضمون جمله من به ایران بازم خیلی از پرسپولیسی مثلا به خودشون گرفتن ما که دو ماه پیش رو بردیم و اینجوری دو سال بیشتر به استقلال بودیم ما رو بردیم و اینجوری نبود ولی فکر بیشتر دستای پشت پرده بود مخالفای استقلال بود یا مثلا فرهاد مجیدی بیشتر انگار فرد رو به روی جمله‌اش سازمان لیگ و داورا و اینجور چیزا بودش که مثلا گفت من به اینا نمیبازم که واقعا جمله‌ای بود که بولد شد و الان یکی از مشکلات اصلی استقلال اینه ما این تو استقلال نمی‌بینیم جواب نگارم هر وقت مصاحبه می‌کنه میگه تیم ما واسه تیم پنجمی بسته شد خب این چقدر تو روحیه تیم میتونه تاثیر داشته باشه میگه تیم ما واسه پنجمی بسته شد ما اگه قهرمان نشدیم واسه هوادارا خیلی خب این روحیات رو وقتی می‌ذاریم در مقایسه با روحیه‌ای که فرهاد مجیدی تو تیم جا انداخته بود واقعا خب خیلی فرق داره درسته حالا اگه یه چیزای دیگه بیشتر هست در مورد استقلال فصل که حالا جامون هم میخوای بگی میدونی بسم الله حالا واقعیت این که خب هر چقدر از کار بزرگ استقلال بگی تو فوتبال به نظرم کمه مثلا استقلال اینو دوست داشتم بیشتر در موردش حرف بزنم در مورد عمر حسین زاده خیلی حرف نزنیم حسین زاده بنده خدا خیلی مورد هیت قرار گرفت خیلی مثلا اذیتش کردن خیلی انتقاد کردن بهش همین الان من خودم تو مثلا حرفا گفتم جلوی نساجی دقیقه 8 مثلا چقدر اذیتم کرد که دقیقه‌اش یادم بود اون تجربه خراب کرد به یام پاس نداد استقلال حذف شد اگه شما مثلا 5-4 پنالتی جلوی نساجی ولی آمار حسین زاده اون سوال به نظرم اونم خیلی آمار خوبی داشت 8 گل زد 2 تا پاس گل داد بازیکنی که از تایپ اومده بازیکنی که زیر 21 ساله 22 ساله کلا خیلی آمار خوبی داشت به نظر یه جوری تونست جای قائدی که تازه از استقلال رفته بود پر کنه حسین زاده هم گلای مهم کمی نزد حسین زاده جلوی مسی گل امتیاز زد اون فرار خوشگل جلوی تراکتور از وسط زمین دو تا دفاع تراکتور رو گرفت کرد و تک تک شد بازی دبل کرد واقعا با حسین زاده هم خیلی آمار خوبی داشت دوست داشتم اینجا اونم بگم از قلم افتاده بود بازیکن جوانی که میگم از سایپا اومده تو بازیکنی که تا حالا تو تیم بزرگی بازی نکرده الان خیلی از بازیکنایی که الان می‌بینیم مثلا از سپاه هم میاد به استقلال چقدر افت میکنه چون جو هواداری فرق میکنه ولی مثلا خود از سایپای اومد به استقلال که استقلال خب اون همه هوادار داشت تیم به این بزرگی چقدر فشار روشه چقدر صحبت راجعش میشه مثلا بارها بازیکن‌ها بودن امیرحسین صادقی یه بازی میگفت ما دربی به پرسپولیس تویش باختیم من تا یک هفته خرید رو انجام نمیدادم تا جایی که با خانومم دوام شد چون میترسیدم برم کوچه مردم منو ببینن بهم حرف بزنن منظورم میگه همچین جویه که مثلا از اون سایپا به اون تیم به اون کوچیکی البته سایپا هم واقعا تیم بازیکن سازیه که شد مثلا از دستش دادیم رفتش لیگ پایین‌تر الان دیگه اصلا نیست مثلا حرفی ازش نیست ولی خب کلا واقعا تیم نیستش که زیاد هوادار داشته باشه از اون تیم باشگاه استقلال اون آمار رو داشت همیشه هم بهش انتقاد می‌کردن ولی خب باز آمار خوبی رو جلو داشته ولی فکر کنم
میشد یکم بهتر از استقلال جدا شد. سال اول با 200,000 دلار کل رزرو از استقلال جدا نره و دوباره برنگرده تو تراش. درسته. بعد راجب این که اصلا این فصل که تمام شد فرام مجیدی یه خودم رفت گذاشت و رفت، این چجوریه؟ دقیقاً بعد جشن قهرمانی این جشن قهرمانی استقلال جو فرام مجیدی گریه کرد، تو بغل داداشش گریه کرد، بیژن طاهری گرفت بغلش فرام مجیدی همچنان گریه می‌کرد. یعنی تا وقتی که بره جامو بگیره بالا سرش فرام مجیدی داشت گریه می‌کرد. دقیقاً قشنگ یادم تیتر روزنامه‌های استقلال، تیتر هوادارهای استقلال این بودش که فقط باید هوادار استقلال باشیم که بعد از قهرمانی به اون قشنگی بازم استرس داشته باشه. استرس چی؟ استرسی که فرام مجیدی داره میره، تیم به اون فوق‌العاده، تیمی که همه چیش جور بود و فرام مجیدی تو اوج خواست خداحافظی کنه بره. نمیدونم شاید حالا این مشکلات دیگه‌ای بود که ما هیچ وقت ازش خبردار نشدیم و با رفتنش به استقلال واقعا ضربه بزرگی خورد استقلال از جدایی فرام مجیدی. حتی مجیدی بعد رفتنش قابل پینم با خودش برد که سال بعد استقلال دفاعی زیاد مناسبی نداشت که وقتی ساپینتو هم اومد با اینکه بازیکن‌های خوبی داشت، بازیکن‌های خط دفاعی استقلال واقعا خوب بودن زمان ساپینتو، ولی خب اون ساختار دفاعی دیگه نبود. همین عاملی که باعث شد استقلال تو بازی بزرگ جلوی سپاهان، تراکتور، پرسپولیس فقط یه برد داشته باشه و این اصلا نتیجه نیست که هوادار بخواد از اون ذره‌ای حمایت کنه. ساپینتو واقعا تیم خوبی داشت، تیم دوست داشتنی داشت، تیم جنگنده‌ای داشت، خودش شخصیت دوست داشتنی بود، ولی خب بعضی حاشیه‌هاش واقعا تیمو خراب می‌کرد. ساپینتو هیچ وقت جلوی تیم‌های بزرگ نتونست خوب نتیجه بگیره. ما 3 تا جام رو داریم به پرسپولیس، لیگ و استقلال داد به پرسپولیس با باختش تو دربی که بازم استادیوم بودیم متأسفانه بازی باختی که تو جام حذفی داشت، یه جام با دادن لیگ و حذف سوپر جام داد به پرسپولیس. ولی یکی از بحثایی که در مورد استقلال همیشه هست اینه که خط هافکیش چند فصل انقدر ضعیفه. واقعا دیگه ببینید چه جوری بخش تو اون فصل فرام مجیدی نقطه ضعف برطرف کرد. ببین خط هافک استقلال خب به قول خودت چند وقتی که واقعا ضعیفه، یعنی واقعا خط هافک استقلال بعد بکن امثال همین جواد نکونا، مشتبه جعفری، آندرانیک تیموریان اومد رسید دست امید ابراهیمی، کرار جاسم، اینا باز تونستن جمع کنن. بعد امید ابراهیمی رسید به علی کریمی که از سطحشون پایین بود، واقعا به اون حد نمی‌رسید، ولی باز علی کریمی خودش مهره قابل اتکایی بود، یعنی میشد روش حساب کرد. بعد از اون خط هافک استقلال رسید دست به امثال داریوش شجاعیان و فرشید باقری و فرشید اسماعیلی و که زیاد نمیشد روشون حساب کرد. مثلا یکی مثل فرشید باقری یه بازی فوق‌العاده بود و یه بازی افتضاح، یعنی هیچ وقت عملکرد نورمالی بود نتونست توی یه فصل از خودش ثبت کنه. با اومدن روز به چشمی به نظر من از وقتی مثلا روز به چشمی از اون مثلا اومد با اون خط هافک استقلال خب باعث تقویتش شد. زبیر نفسی که عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، مهدی پوری که اون سال خوب بود، اینا خب تونستن. بازم مثلا بخوای برید نگاه کنید در اصل بازم خط هافک استقلال زیاد قوی نبود. مثلا این خط دفاع چپ و راسته استقلال تو تیمو تونستن جمع کنن، یا مثلا بعضی از گل‌های استقلال واقعا یه تاکتیک خاصی نبود، اتفاقات بازی زده شد، ولی خب در کل اون فصل خط هافک استقلال زیاد خط هافک قوی نبود مثل امسال. خب در حال انتهای بحث یکم در مورد استقلال امسال بهمون توضیح بده و اینکه الان در مقطع حساسی هستیم، امتیاز جلوتره نسبت به تیم دوم که پرسپولیس و 5 بازی هم مونده. ببین امسال استقلال الان فکر کنم 54 امتیازیه، پرسپولیس 53 امتیازی، یه امتیاز اختلافی و 15 امتیاز مونده. نظر شخصی اینه که من همیشه استقلال به منافع شخصی ترجیح دادم. یعنی مثلا اینجوری که بازی بوده که واقعا تیم باید حمایت می‌شده، من فرداش امتحان داشتم، خودت فرداش امتحان داشتیم، پشتون رفتیم استادیوم که استقلال رو بخوایم تشویق کنیم، که بخوایم تیممون هوای تیممون رو داشته باشیم. یا بارها شده من با خانواده سر مثلا فوتبال بودن دعوا افتادم که فقط مثلا میگفتن درستو بشی بود، ولی من نشستم فوتبال هم بودم. من واقعا از ته قلبم آرزو می‌کنم، امیدوارم که استقلال امسال قهرمان شه، ولی فکر کنم استقلال امسال نمیتونه قهرمان شه. تیم مسما فوق‌العاده داره فوتبال بازی کنه. هیچ وقت ما انتظار اینو نداشتیم. وقتی یحیی محمدی رفت همه گفتن دیگه یا سپاهان قهرمانه یا استقلال. سپاهان مال اوساس خوبی نداره. با کاری که مورایس کرد تو ایران آشنا شدن مورایس، سپاهان کلا رفت زیر سوال، یعنی واقعا عملکرد خوبی نداره.
ولی استقلال تا اینجا من دوست ندارم اینو بگم، ولی واقعا احساس می‌کنم فوتبال خوبی ارائه نداره. استقلال تماما رو اتفاقات بازی تونسته گل بزنه. یعنی امیدوارم استقلال قهرمان شه، ولی فکر نمی‌کنم استقلال قهرمان شه. پرسپولیس خیلی تیم‌تره، هم از لحاظ مدیریتی، هم از لحاظ هواداری، هم از لحاظ مربیشون، هم از لحاظ اعتماد بازیکنی که دارن، از لحاظ بازیکنی که واقعا بهترین تیم ایرانه. یعنی تو هر پست نگاه کنی پرسپولیس حداقل 2 تا بازیکن تاپ تاپی که بازی میده. حالا پست بوک مهاجمش رو بذاریم کنار که این سال کسی واقعا بازیکن خوبیه، ولی من به عنوان استقلال نباید حرف بزنم، ولی خب این سال کسی واقعا بازیکن خوبیه، ولی خب این فصل چنین فصل جذب شد. ولی با همین وجود این نوک مهاجم هم نداشته باشن، پرسپولیس اینقدر هافبک‌های قطری داره، فول بک‌های قطری داره، مثل آلیشا، مثل ترابی، مثل سعید صادقی، سروش رفیعی، هافبک‌های خوبی داره که دارن جای نبود مهاجما رو واقعا پر می‌کنن. امیدوارم که استقلال امروز این فصل قهرمان شه. اگر استقلال قهرمان نشد انشالله پرسپولیس قهرمان نمیشه، ولی با این شرایط موجود من فکر می‌کنم که امسال هم پرسپولیس قهرمان. واقعا پرسپولیس از لحاظ مهره خیلی مهره داریم، تو دربی کاملا مشخص شد. یهو تکی اومد بیرون، من امید حامدی فر فیکس استقلال برای جلوی سروش تعویض پرسپولیس رو یادته اون بازی، یعنی یه نفر میرفت بیرون یه دونه خوب‌تر از اون اومد داخل. استقلال اصلا تعویضی نداره. ولی استقلال اصلا اینجوری نبود. یعنی استقلال فکر می‌کنم بلوش 7-8 سالی میشه که من یادم میاد بیشتر به خاطر اینکه بازیکن نداشته به خاطر مدیریت استقلال. یعنی هیچ وقت استقلال یه مدیر قوی مثل درویش نداشت. فتح‌الله زاده که همه هوادارا می‌خواستن و اومد جنگ زد، یعنی 6-7 ماه هیچ کاری از آسیا استقلال نکرد، استقلال آسیا رو از دست داد. علی خطیبی که هممون دوست داشتیم بیاد مدیر که واقعا توانمندی اومد و با جواب بکنم که لجبازی افتاد به خاطر یه سری مدیریت باشگاه گفتش که به خاطر نداشتن سقف مربی میگفت پس چه بقیه تیم‌ها سقف رو رعایت نکردن. لجاجتایی که بود استقلال این فصل نتونست زیاد بازیکن‌های درست حسابی که باید جذب کنه. ولی خب امیدواریم این روند شکسته بشه و امسال با خرید شدن استقلال توسط هلدینگ خلیج فارس امیدواریم که بتونیم 4-5 تا بازیکن واقعا در سطح آسیا رو تو استقلال ببینیم، امثال جپارو، امثال تیام، همین رافا سیلوایی که الان تو استقلال واقعا فوق‌العاده است که گفته میشه با سال جدید داره با تیم‌های عربی الان مذاکره کنه. 2-3 روز پیش خبرش رو خوندم. امیدواریم چند تا خارجی رو حساب بیاد، حتی اگه خارجی نیومد 4-5 تا ملی پوش خودمون رو بتونیم جذب کنیم، مثل پرسپولیس که پورعلی گنجی گرفت، مثل پرسپولیس که ما شاب زاهدی گرفت حالا به درای رفت، پرسپولیس که تونست یورگن لوکادیو رو بیاره. امیدواریم که شرایط هم واسه استقلال مثل پرسپولیس پیش بره و بتونه تو نقل و انتقالات واقعا عملکرد موفقی داشته باشه. درسته. انشاءالله در انتهای بحث اگه بحثی هست نه اوکی همه چی. امیدوارم که ویدیو رو حمایت کنید و خوشتون اومده باشه. من یه نکته اضافه کنم قبل از خداحافظی، این که خب ما یه بحث دوستانه رو کاملا با هم داشتیم، بحثی که شاید هر 4-5 روزی که همدیگر رو می‌بینیم در مورد فوتبال گل‌ها، چه فوتبال خارجی چه داخلی، چه اتفاقاتی که بیرون از زمین میفته، اتفاقاتی که داخل از زمین میفته. اگه مشکلی داشته، اگه اشکالی داشتیم، آمارمون جای حرف اشتباهی رو زدیم، از ما بپذیرید، به هر حال به بزرگی خودتون رو ببخشید. در پناه حق باشید و موفق و شاد و سلامت.